کار ساخت شبکه تولید برق خورشیدی به ظرفیت 40 مگاوات به هزینه 28 میلیون دلار آمریکایی در منطقه برشنا کوتاه ولسوالی دهدادی بلخ آغاز شده که در مدت 2 سال تکمیل خواهد شد. این شبکه از سوی یک شرکت خصوصی ساخته می شود و برایش 500 چریب زمین اختصاص یافته است. سازمان ملل متحد به مناسبت 3 می روز بین المللی آزادی مطبوعات گفته است خبرنگاران باید بتوانند که بدون ترس و تعویض در سراسر جهان گزارش دهی کنند. در حین حال سخنگوی وزارت اطلاعات فرهنگ افغانستان گفته است که امارت اسلامی با توجه به اهمیت رسانه ها از تمام رسانه هایی که در چارچوب شریعت اسلامی فعالیت دارند حمایت می کند. مسئولین ریاست صحت عامی ارزگان میگوید در شهر تیرینکوت یک دختر 19 ساله به نوع بیماری مبتلا شده که از چشمانش خون جاری می شود و به گفته وی مریضیش تاکنون تشخیص نشده است. برادر این دختر میگوید در ارزگان و قندهار تداوی خواهر خود را انجام داده که نتیجه نداده و خواستار کمک از مسئولین است. در رویداد ترافیکی در شهرهای کابل قندهار در ولسوالی سیدآباد این ولایت 7 تن جان باخته و 10 تن دیگر زخم برداشتند. این رویداد روز گذشته به دلیل تصادم موترهای نو فیلدر و لوکسل رخ داده که 7 تن به شمول 3 کودک و 2 زن جان باخته و 10 تن به شمول 5 کودک زخم برداشتند. وزارت عدلیه گفته است که 443 چریب زمین شهرک ملاحظات در ولسوالی پغمان ولایت کابل را بررسی کرده که از آن میان 352 چریب آن زمین اماراتی تثبیت شده است. سال گذشته نیز 552 چریب زمین مربوط به شهرک سردار محمد داود خان در منطقه قرابل ولسوالی پغمان اماراتی تثبیت شده بود. مدیریت ریاست الوزراء میگوید که در طول سال 1403 گذشته 466 تن میوه خشک و تازه به ارزش 643 میلیون دلار از افغانستان صادر گردیده است. در میوه های صادر شده بادام، چهارمغز، جلغوزه، آلو بخارا، انجیر، کشمش، زردآلو، انار، انگور و سیب شامل است که به پاکستان، هندوستان، ازبکستان، امارات متحده عربی و ترکیه صادر شده است. و مسئولین صحت عامی لوگر میگویند 19 مرکز صحی شخصی، معاینه‌خانه و دواخانه را به دلیل فعالیت‌های غیرقانونی مسدود کردند. همچنان به شمار از مسئولین مراکز صحی در شهر پلعلم هدایت داده شده که به مردم خدمات معیاری ارائه کنند.